استاپ. سلام دوستان، من بابک هستم، مربی رانندگی از یوکه. امروز میخواستم یه درس آموزشی براتون در مورد امرجنسی استاپ یا ترمز اضطراری داشته باشم. امرجنسی استاپ تکنیکی هستش که وقتی ما با یه خطر خیلی بزرگی روبرو میشیم، مثلا یه بچه جلوی ماشینمون میپره، باید اونو انجام بدیم و چیزی نیستش که فقط مختص به امتحان باشه. شما باید این تکنیک رو بلد باشین که خدای نکرده اگه یه همچین شرایطی براتون پیش اومد بتونید اونو به درستی انجام بدید و از تصادف جلوگیری کنید. تو هر امتحانی امکانش هست ازتون امرجنسی استاپ بگیرن، ولی احتمالش 30 تا 40%. وقتی که اگزمینر میخواد از شما امرجنسی استاپ بگیره، اینجور نیستش که یه دفعه وسط امتحان بگه امرجنسی استاپ انجام بدین. ازتون درخواست میکنه یه جایی پولاپ یا پارک کنید. همیشه اگزمینر از شما میخواد که پولاپ لفت انجام بدین و وقتی ازتون میخواد که شروع به حرکت کنید برای انجام دادن امرجنسی استاپ، باید یه چک کامل 360 درجه دور تا دور ماشینتون انجام بدین. به این صورت که ماشینمو تو دنده میذارم، آماده حرکت، از سمت چپ شروع میکنم، بلایند اسپات چپ، آینه چپ، جلو، از آینه وسط شیشه عقب رو نگاه میکنم، آینه راست و بلایند اسپات سمت راست، کلیر، راهنما میزنم و شروع به حرکت میکنم. یه فرمانی به این مضمون بهتون میده، میگه I would like you to do emergency stop. I will show you this signal. When I show you this signal, please stop as quickly and as safely as you can. معنی این فرمان این هستش که من ازتون میخوام امرجنسی استاپ انجام بدین. همین که دستم آوردم بالا و این علامت رو به شما نشون دادم که به این صورت هست، شما باید تو سریع ترین زمان ممکن و به ایمن ترین شکل ممکن ماشینتون رو متوقف کنید. و در بین صحبتاشون بهتون میگن که I do observation یا I check around. این غیر مستقیم پیامو به شما میده که شما نباید آینه‌هاتون رو چک کنین در هنگام انجام این مانور. وقتی که اگزمینر ازتون میخواد که حرکت کنید، یه نکته رو در نظر داشته باشید که با همون سرعت معمول خودتون که همیشه حرکت میکنید این کار رو انجام بدین. بعضیا چون اسم امرجنسی استاپ میشنون خیلی آهسته حرکت میکنن، نه. و اینم در نظر داشته باشید معمولا اگزمینر تو سرعت خیلی بالا این مانور رو از شما نمیخواد. وقتی اگزمینر دستشو برد بالا و گفت استاپ، محکم ترمز رو فشار میدین، لحظه آخر کلاچ. نباید کلاچ ترمز با هم گرفته بشه یا کلاچ اول گرفته بشه، چون ترمز موتور خلاص میشه و ماشینتون به جای اینکه وایسه بیشتر حرکت میکنه، در صورتی که ما باید تو کمترین زمان ممکن و با کمترین مسافت طی شده این مانور رو انجام بدیم تا از خطر تصادف جلوگیری کنیم. مورد دیگه که باید در نظر داشته باشیم، وقتی که این مانور رو انجام میدین باید دو دستتون روی فرمون باشه. نباید دستتون، اگر فرمون رو به صورت ساعت در نظر بگیرین و بالا ساعت 12 باشه، شما نباید ساعت 12 رو قطع کنین، چون یه دلیل مهمش اینه که ایربگ جلوی فرمون هست. اگر به هر دلیلی تصادف اتفاق بیفته و ایربگ باز بشه، خدای نکرده این دستتون به صورتتون برخورد میکنه و استخونای صورتتون رو میشکونه. بعد از انجام امرجنسی استاپ، شما وسط خیابون ایستادین، ترمز دستی رو میزنین، ماشین رو خلاص میکنین، دوباره اگزمینر ازتون درخواست میکنه که حرکت کنین. میگن درایو آن when you are ready. وقتی اگزمینر اینو گفتن، دوباره یه فول چک میکنین، به حالتی که دارید از پارک در میاد که فول چک انجام میدین. چرا باید فول چک انجام بدم؟ چون موقعی که من میستم آینه‌هامو چک نمی‌کنم، بنابراین باید کامل دور تا دور ماشینمو کنترل کنم و از ایمن بودنش مطمئن بشم بتونم حرکت کنم. شما اگر فول چک رو انجام ندین، امتحانتون رو 100% رد میشین. خیلی ممنونم از اینکه ویدیوی منو تماشا کردین. به زودی با ویدیوهای آموزشی جدید دیگه در خدمتتون هستم. براتون آرزوی بهترینا رو دارم. خدا نگهدار.